این کارو بکن. نه آرزو بریم بهش بگیم میخوام مستند در مورد خودت بسازی. دیدی هی میگه من دارم بالا میافتم. بگیم این یارو همینه که میگی باز گوزش بابا گم شه. یه فیلم های قدیم منو بذار لای همین تصاویری که الان گرفتی یه مستند بده بیرون. کجا میری؟ برم بخواب. ساعت 9. من خستم. برو. معمولا هر شب که نه، ولی خب میام، یعنی کلا اینجا یه جوری پاتوق منه. بعضی موقع میاد اینجا، یعنی مثلا میاد میشینه اینجا یه چایی میگیره، ولی خب هر شب نمیاد. حالا شاید بریم ببینیمش. 2 ساله که با هم رفیقیم. این 2 سال چیز بدی ازش نمیدونم، یعنی هر چی بوده دلسوزی بوده. میگه بیا بریم ته چا، میاد. خیلی بچه گلیه. زیاد نمیاد اینجا، میره سر کار و اینا. میگم درگیر کاره، یه متأهل دیگه. سوژه مستند چی آجی؟ درباره چند تا پارکور کار بود. با بعد این پارکور کارا قبول نکرد. حالا علیرضا چرا قبول نمیکنه؟ آره تو میشناسی آجی. خب شاید مثلا یه کاری ازش خواستی که نمیتونه انجام بده، یعنی مثلا تو میدونستی پارکور کار میکنه؟ آره آجی. میدونستی اصلا علیرضا تو حوزه درس خونده؟ میدونستی؟ میدونستم ولی ازش نمیدونستم. آجی علیرضا تو حوزه درس خونده. بعد نمیدونم شاید مثلا حالا چی خواستی دقیقا، اگه شاید یه چیزی خواستی که مثلا به چی باشه، یعنی به عقایدش نخوره، یعنی کلا حالا به خاطر اینکه قبلا حوزه بوده رفیقای مثلا اون فیلمش در بیاد رفیقاش ببینن، همین که مثلا اعتقاداتش میگه مثلا روحانیت و اینا مثلا بیاد پارکور کنه باشه. خب شاید به نظر اون اینطوریه، ولی خب مطمئنی مثلا کسی یه چیزی بهش نگفته، رفیقات مثلا به این میخواد فیلم رو بفرسته مثلا باش مسخرت کنه، میدونی چی میگم؟ چون علیرضا حساسه، مثلا میگه میخوای مسخره‌ام کنی اومدی برام فیلم ساختی و نمیدونم از این حرفا. کسی زیرا به تو نزده؟ نمیدونی؟ چرا اینجوریه؟ نمیدونم. ببین حالا با منم اونقدر شاید یعنی اوکی نباشه. میخوای ببین یکی رو پیدا کن، من محمد عزیزی رو باش صحبت کن، یکی دیگر رو، اونا باش جینگ‌ترن، یعنی اوکی ترن رفاقتی و اینا، به اونا نه نمیگه. همشهری‌ام؟ آره همشهری‌ام، قومی‌ام. برای همین رفته نمیدونم، احتمالاً هست دیگه اونجا، به هر حال محیطش روحانی‌تره. من خودم باش صحبت میکنم باش در این جریان. آره و میگم بهش که جریان چیه. حالا منم مستندتو نمیدونم، حالا رفاقت من اونم به هم نریزی رفت بریم مسخرهش کنی، قشنگ بگو که مثلا چیه مستندش، راجع به چیه و اینا. آره اونم هست. حالا آجی بگم بهش همین امشب. میخوای حالا حالش بده بذارم یه روز دیگه ها چیکار کنم؟ حالا من نمیدونم حالش بده اینا، خب تو میگی هر موقع باشه من بیام اوکی‌ام. اتاقش تو خوابگاهه؟ آره وقتی یه جایی زندگی میکنی که هر روز کارهای تکراری انجام میدی، خود به خود دوچار یه ملالت، یه روزمرگی میشی. این احتیاج داره که واقعا دنبال یه کار هیجان انگیز بگردی. آقا ببخشید. نگیر اینا رو نگیر.
روحت میمیره. بستگی به شخصیت آدم هم داره، ولی حالا تو اون فضایی که من بودم علی کماندو خیلی وای مادر بیت باکسه. علی کجای علی؟ رفته شهرستان و یکی از دیگه خانم هم نام دادم. بعد ارتباط به مقدار خیلی زیادی دچار این روزمرگی شده بودم و مدام این ور اون ور سرک میکشیدم که یه راهی پیدا بکنم از این فرار بکنم. یه رشته خیلی جالب بود، ژیمناستیک هنری. دیدی؟ چیه؟ توی پارکور جوگیر بشی مردی. آسیب برمیگره همون جوگیر شدنی که الان گفتیم. یعنی اینجا باید روی تجهیزات حرکت رو لند بکنی، حرکت رو در بیاری. وقتی به خود مطمئن شدی میری روی فضای سفت، ولی وقتی اینجا نتونی این حرکت رو لند بکنی روی این تجهیزات و بخوای بیرون این کار بکنی، این باعث میشه که آسیب ببینی. چهار 5 سال میشه، یعنی کامل دور بودم، هیچ تحرکی نداشتم، همش کار پشت میزی و همش درس و یعنی کامل بدن خوش شده بود و اومدم الان دوباره شروع بکنم که با یه باشگاه بزرگ مواجه شدم و کلی امکانات. باشگاه ما اینجوری نه، باشگاه ما اصلا یه سقف کوتاهی هم داشت و امکاناتش هم کم بود و اینجا همه جور امکاناتی هست. تو باشگاه ژیمناستیک هم هست. به درد همه جور سن نمیخوره. هر چی سن پایین‌تر باشه بهتره. برای اون که سنش پایین‌تر راحت‌تر، دغدغه نداره و انعطاف بدنی بیشتری داره. حالا اون کسی که یکم سنش بالاتره دیگه خیلی اراده داشته که پا شده اومده، ولی دیدیم که تونست. من در مقابل اون احساس حقارت می‌کردم، گفتم انگار من از اون سنم بیشتره مثلا. برو نمیشه زد برو نمیشه از ظاهرشون مشخصه دیگه، چون پارکور ورزشیه که مال مخصوص خیابونه، یعنی اینجا موانعی که اینجا میچینن باید توی خیابون اینا رو به صورت عملی کار بکنن دیگه، از موانع خیابونی رد بشن. پس هر کسی که گذرش به خیابون و موانعش میفته میتونه بیاد مشکلی نداره. اصلا این برای آنها پست تک پست من نزنم به من نمیگه. میخوام اون یه دونه رو که الان میخوام بزنم. ببینه ها من اینو قطع بشم آشاده دهنه تو گوی با اون فضا کاملا بیگانه باشم، با فضای حوزه، با فضای مذهب کاملا بیگانه باشم و فرار کنم بیام به این سمت. اصلا اینجوری نبود. حتی توی باشگاه اونم که موزیک پخش میکردن، خب یه موقعی بود که مثلا مناسبت خاصی بود، شهادت بود و محیط هم
محله‌ای که من زندگی میکردم و باشگاه میرفتم محیط مذهبی بود. داخل تو شهر قم بود و یکی از مذهبی ترین محله هاش بود. یه مواردی پیش می اومد که مثلا مناسبت‌های خاصی بود، شهادت بود. من میرفتم گفتم مثلا الان شهادت، احترام شهادت اگه میشه مثلا موزیک رو قطع کنید یا کمش کنید. اونم میگفت با کمال میل، یعنی میگفت اگه من موزیک گذاشتم حواسم نبوده. همون لحظه‌ای که اشاره میکردم خودش قطع میکرد. Till the day I die, live life of a boss player, it's even getting hot. Hey, to my nigga Pop. Live my life as a thug nigga till the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting hot. These niggas got me tossing shit. I put the top down, now it's time to floss my shit. Keep your head up, nigga, make these motherfuckers suffer. Up in the bins, burning rubber. The money is mandatory. The hoes is for the stress. It's criminal lifestyle. ورزش خیابونی و تا یه مدتی هم که اصلا غیر قانونی بوده. ولی خب خیلی فلسفه قشنگی داره، اینکه بتونی موانع رو به زیباترین شکل ممکن ازشون رد بشی. این خیلی جذابش میکنه. هر ورزش یه فلسفه‌ای داره، ولی من خیلی به این فلسفه که تو زندگی هم خیلی کارکرد داره.
پیشینه‌ای که من داشتم توی باشگاه هم باعث شد که به همین شناخته بشه. یه جورایی رو پیشونی انگار نوشته شد. رفتیم اونجا، اتفاقا استادمون هم آدم چیزی بود، خودش مثلا فرزند روحانی بود و آدم رادیکالی نبود با این ماجرا. و می‌دید من مثلا تایم باشگاه توی تایم اذان افتاده، من بین مثلا ورزش میرفتم نمازم میخوندم. استادم یه روز اومد بهم گفتش، پیشنهاد کرد، گفت چرا تنهایی بیا اینجا نماز جماعت برگزار میکنیم. من مثلا طلبه پای 3-4 اینا بودم. اینجا نماز جماعت برگزار میکنیم، تو پیش نماز وایسا، همه مثلا نماز بخونن. و یه جورایی خیلی تاکید داشت، به همه میگفت که حتما بیاید وایسید نماز بخونید. محمد پروفایل جدید نیو پرو طبیعتاً همین خیابونی بودنش باعث شده که افرادی بیان سراغ این ورزش که خیلی شاید اون رسمی بودن و اون استایل رسمی و دنبال رها شدن هم، دنبال چارچوب شکنی هم. بفرست برای من دارش ویدیو ها رو ببینم چند دقیقه شده. اچالالا چاقم زیر گلتونه سرا والا خونه رو دیوارا آبرو تو حراج میزنم تو دیجی کالا ترسم و بغل بگیرید مثل کوالا گات پوری با چکنه سرت رو شکمته کابوس شبته خیر نیپه یه شرته خون به جگرته هرچی گفته کمته به مرور زمان انگار چربی کبده بکنم خرابی تو الان رانگیده می‌رسی اینجا می‌بینی آخ سایت بیشتر این جوریه که یا خلافکارن یا حالا با خلافکارا درگیرن و میخوان خودشون رو رها بکنن، خودشون رو آزاد بکنن. اینجوریه دیگه، یعنی فضا این فضاه، آدمایی که تو خیابون بزرگ شدن، آدمایی که دنبال چارچوب شکنی ان، دنبال رهایی ان، میان سراغ این ورزش. مثلا استایلاشون هم که دقت بکنین، استایلای لش و لوش و استایلاییه که مثلا هر ورزشی لباس مخصوص به خودش داره. مثلا کاراته رو می‌بینی، مثلا بوکس رو می‌بینی، لباس مخصوص به خودش داره. ولی پارکور اینجوری نیست. پارکور استایلی که داره استایل سلیقه‌ای و استایلیه که همون رهایی رو داره میرسونه، لش، آزاد، اینجوریه. تیشرت‌های بلند، شلوارهای گشاد. محمد سایت میزنی پشت سرم؟ برو هم داشتم این رفیقمونو بگی من تقریبا یه ماه اینجا پارکوره هست اما خدا خیلی آسیب بد دیدید. ساکت باشید. الان نمیتونه این شرکت میتونه، ولی ما گفتیم نابود شد، ولی خدا رو شکر برگشت به زندگی. زنده است. خودت چند سال کار میکنی؟ من خودم تقریبا 2 سال. اینا رو تو من و تو بذاری. محمد بیا کچل نگاه شو نگاه شو چقدر؟ نگاه شو تو هم برتر نگاه دار بعد وای میسیم هم خال اینو بگی دادا قشنگ برو کنم بگیر یه نمر من بگیر، من اصلا نظرم دوست دارم صفر بگیره بگیر یه بار دیگه وایسا، همونجا وایسا سوزه بدم اینا بگیر وایسا که خم شو اینو زد و همه تو میشین من رو تو سایت خم شو یه سایت اینو نه خمش کن. نه همینجوری اینو بگیر تو میدونو بذار خمتر امیر اونو ول کن.
Thank